سلام، من نرسی هستم از تیم وب داده و توی این آموزش قرار نحوه نصب میکروتیک CHR را روی سرور مجازی اوبونتو آموزش بدم. البته این آموزش هم برای سرور مجازی اوبونتو و سنتوسه و هیچ تفاوتی توی نحوه عملکرد توی نصبش نداره. برای نصب میکروتیک اول نیاز به یه سرور مجازی با لوکیشن دلخواهتون دارید که من سرور مجازی خودم را از شرکت وب داده و با ورود به سایت mywebdade.com و از بخش خرید سرور مجازی هلند رو انتخاب کردم. این نکته رو هم بگم که من وب داده رو انتخاب کردم چون به من دسترسی VNC سرور مجازی رو میده و من برای نصب حتما به این دسترسی VNC نیاز دارم، چرا که میخوام کل سیستم عامل اوبونتو رو به میکروتیک تبدیل کنم و یک روش اتصال دومی به سرور نیاز دارم. بعد از خرید سرور مجازی از طریق پوتی SSH میزنم و وارد سرور مجازی اوبونتو میشم. توی قدم اول باید بدونم اسم هارد دیسک سرورم چیه و از دستور fdisk_l استفاده میکنم. اسم دیسک من VDA هست و من این اسم رو به خاطر میسپارم چون در ادامه بهش نیاز دارم. این نکته رو هم بگم که ما قراره کل سرور مجازی اوبونتو رو با تمام اطلاعات موجود روی دیسکش به میکروتیک تبدیل کنیم. پس هر اطلاعاتی روی هارد دیسک شما از بین میره. حالا وارد وبسایت میکروتیک میشیم و از طریق منوی سافت‌ور وارد بخش کلود هاستد روتر و یا همون CHR میشیم. گزینه راو دیسک ایمیج رو پیدا میکنیم و آخرین نسخه استیبل اون رو کپی لینک میکنیم. حالا یک کد دستوری دارید که من اون رو توی مقاله براتون گذاشتم. این کد رو توی یک فایل نوت کپی کنید و این لینک رو جایگزین بخش لینک این کد کنید. توی دستور قبل گفتم نام دیسک رو به خاطر بسپارید. حالا توی این کد دستوری باید به جای نام دیسک که برای من VDA هست شما نام دیسک سرور خودتون رو جایگزین کنید و بعد کل فایل رو کپی کنید و توی ترمینال سرور مجازی پیست کنید و اینتر. میکروتیک شما در حال نصبه. حالا زمان رو از دست ندید و از طریق دسترسی VNC سرور مجازی خودتون وارد بشید. میکروتیک وقتی نصب میشه هیچ پسوردی نداره و شما تنها با یوزر ادمین میتونید وارد بشید و اینتر. حالا میتونید با انتخاب گزینه Yes or No اطلاعات لایسنس رو مشاهده کنید و بعد رمز ورود سرور مجازی میکروتیک خودتون رو ست کنید. حتما رمزی قوی بذارید چرا که میکروتیک به سادگی هک میشه و باید حتما از رمزهای قوی و پر کاراکتر استفاده کنید. حالا دیگه وقت تنظیم IPv4 بر روی کارت شبکه سرور مجازی میکروتیکه که من کدهای دستوری رو توی مقاله براتون گذاشتم و میتونید این کدها رو کپی کنید و به جای اطلاعات IP و گتوی اطلاعات سرویس خودتون رو کپی کنید و قرار بدید. من اطلاعات رو از پنل مدیریتی سولوس VM در وب داده به راحتی برمیدارم و جایگزین میکنم و دستورات رو یکی یکی توی VNC وارد میکنم و اینتر. حالا به راحتی میتونید وین باکس رو باز کنید و وارد میکروتیکتون بشین. آدرس IP، یوزر ادمین و رمز عبور. در نظر هم داشته باشید که ورود رو با وین باکس بتا انجام بدید. ممنون که تا انتهای این آموزش از بلاک وب داده همراه تیم ما بودید. ممنون از نگاهتون.